یه عارف بزرگیه به نام ذوالنون مصری. میگه من یه روز اومدم لب رود نیل، یه آب رو تماشا میکردم، از آفرینش خدا لذت میبردم. دیدم یه عقرب به اندازه پهنای کف دست بی سرعت داره میاد طرف آب. پیش خودم گفتم عقرب که شنو بلد نی، آدم بیفته تو این رود نیل در جا خفه میشه. گفت تا رسید لب رود نیل دیدم یه لاک پشت از آب در اومد، عین یه کشتی بغل رود پهلو گرفت. عقرب اومد روی این لاک پشت تو آب حرکت کرد، اومد اون طرف پهلو گرفت. عقرب پرید بالا، عقرب داره به سرعت لابلای درختا میدوه. منم دنبالش رفتم، دیدم یه جوانی خواب یه مار بزرگ افعی رو سینش چنبره زده، آماده نیش زدنه که عقرب رسید و خیز برداشت رو کله مار یه نیش زد، مار قلتید و مرد. عقرب برگشت. ما دوباره دنبال عقرب اومدیم، دیدیم لاک پشته منتظرشه. سوار لاک پشت شد و رفت اونور بره تو لانه خودش. منم برگشتم بالا سر این جوان بهش بگم چه داستانی اتفاق افتاد. دیدم مست اینقدر عرق خورده که اصلا تو حال نشست. داستانو براش گفتم، همینجوری که نشسته بوده از مستی داشت در میومد، شدید گریه کرد. به من گفتش که من که مست و بیدین بودم اینجور از من محافظت کرد، اگه مؤمن بودم با من چی کار میکرد. یه عارف بزرگیه به نام ذوالنون مصری. میگه من یه روز اومدم لب رود نیل، یه آب رو تماشا میکردم، از آفرینش خدا لذت میبردم. دیدم یه عقرب به اندازه پهنای کف دست بی سرعت داره میاد طرف آب. پیش خودم گفتم عقرب که شنو بلد نی، آدم بیفته تو این رود نیل در جا خفه میشه. گفت تا رسید لب رود نیل دیدم یه لاک پشت از آب در اومد، عین یه کشتی بغل رود پهلو گرفت. عقرب اومد روی این لاک پشت تو آب حرکت کرد، اومد اون طرف پهلو گرفت. عقرب پرید بالا، عقرب داره به سرعت لابلای درختا میدوه. منم دنبالش رفتم، دیدم یه جوانی خواب یه مار بزرگ افعی رو سینش چنبره زده، آماده نیش زدنه که عقرب رسید و خیز برداشت رو کله مار یه نیش زد، مار قلتید و مرد. عقرب برگشت. ما دوباره دنبال عقرب اومدیم، دیدیم لاک پشته منتظرشه. سوار لاک پشت شد و رفت اونور بره تو لانه خودش. منم برگشتم بالا سر این جوان بهش بگم چه